سلام. یک مرد تنهای میانسال که به خوبی و خوشی در خانه زندگی میکرد. یک روز بعد از ظهر مثل هر روز از سر کار به خانهش میرفت که یک مرتبه یک کتاب تقریباً 20 برگی جلوی در خانه پیدا میکند. مرد سواد درست حسابی هم نداشت و فقط کلمات ساده را میتوانست بخواند، اما وسوسه میشود که کتاب را بردارد. وقتی کتاب را باز می کند و نوشته‌هایی را می بیند که به زبان فارسی نیستند و نمی تواند آنها را بخواند، حدس می زند که این قرآن است و گناه دارد که روی زمین باشد. پس آن را به خانه‌اش می برد و نگه می دارد. وقتی توی خونه دوباره کتاب را باز می کند، یک صفحه می آید که بزرگ نوشته برگردون. مرد کتاب را می بندد. فکر می کند خیالاتی شده، یا شاید چون دارد پیر می شود چشمانش ضعیف شده است. سپس چون انگشتش را لای کتاب گذاشته بود و همان صفحه را نگه داشته بود، دوباره همون صفحه که کلمه برگردون نوشته بود را می آورد که می بیند هنوز هم هست و رنگ نوشته قرمز شده و به علاوه یک تار موی دراز هم در همان صفحه وجود دارد. مرد که کم کم دارد می ترسد به تار مو دست نمی زند و به صفحه بعدی که می رود می بیند که نوشته تار موی منو از این کتاب دور کن، دور کن، دور کن. مرد میانسال کتاب را روی تلویزیون می گذارد و می گوید این دیگه چه مسخره بازیه. بعد با خودش می گوید شاید به خاطر خستگی کاره یا به خاطر سوزش چشماشه، بهتره برم بخوابم. مرد می خوابد. بلند که می شود می بیند که هوا در حال تاریک شدن است. می رود دست و صورتش را شسته و وضو بگیرد تا نماز مغرب و عشا را بخواند. وقتی از اتاق خواب به حال می آید، یک نگاه هم به در حال می اندازد و یهو می بیند که در ورودی ساختمان باز است و یک زن با یک چادر سفید پاک جلوی در حال ایستاده و تکان نمی خورد. مرد جلوتر می رود و می گوید خانم شما اینجا چی کار می کنید؟ شما کی هستی؟ زن هیچ جوابی نمی دهد. مرد هر چیز دیگری می گوید، هر اهن و اوهنی می کند و هر کاری می کند. زن نمی رود و عکس العملی هم نشان نمی دهد. با خودش می گوید چیکار کنم خدایا؟ اگه به پلیس زنگ بزنم همه همسایه‌ها و اهل محل حرف در میارن و هزار جور حرف و حدیث پشت سرم میگن این زن چرا تو خونه این همه آدم توی خونه اون رفته. من که کاری به کارش ندارم، اونم یک زنه، چیکار میتونه بکنه؟ اصلا شاید جا و پناهی نداره اومده امشب رو توی خونه من بگذرونه و خجالت کشیده داخل خونه بشه، پس جلوی در حال ایستاده. بعد در ساختمان را میبندد و قفل میکند و هرچه به زن میگوید حداقل بیا روی مبل بنشین. زن هیچ توجهی نمیکند. مرد هم نمازش را میخواند و شام میخورد و نوبت به خواب میرسد. میرود که بخوابد. چراغ‌ها را خاموش میکند. بعد نصف بدنش را زیر پتو میکند. چشمایش باز است و خوابش نمیبرد. همینطوری که چشمایش باز است می‌بیند که یک سایه سیاه تاریک نزدیکش می‌شود. او متوجه می‌شود که همان زن جلوی در است. زن چادرش را یک گوشه پرت می‌کند و موهای دراز زرد و ژولیده‌اش با یک لباس پاره پاره و با چشمای قرمز و صورت سوخته‌اش به مرد نگاه می‌کند. زن ناگهان روی سر مرد می‌پرد و به شدت گلوی مرد را فشار میدهد و میگوید بهت گفتم کتاب رو برگردونی سر جاش، تو گوش نکردی. بهت گفتم تار مو رو از کتاب دور کنی ولی تو اعتنایی نکردی. اصلا چرا کتاب رو برداشتی؟ دوست من اونجا خودش آتیش زده، این کتاب باید اونجا باشه. فردا اول وقت کتاب رو برمیگردونی سر جاش و تار موی من از اون کتاب دور میکنی. مرد که در حال خفه شدن است به نشانه تری سرش را پایین و بالا می کند و زن هم گردن او را رها می کند.
زن در حال رفتن است که مرد از پشت سرش میگوید اصلا این موضوع که برای تو اینقدر مهمه، چرا خودت کتاب رو نمیبری و تار موت رو از کتاب دور نمیکنی؟ زن سری برمیگردد و در حالی که چشمای قرمزش در حال جوشیدن است میگوید من توانایی نزدیک شدن به اون کتاب رو ندارم احمق، و چادرش را بر می‌دارد و می‌رود. مرد نگاهش به پاهای زن که می‌افتد می‌بیند که پا نیست و سم اسبه. زن به در ساختمان که می‌رسد مرد می‌گوید در قفل صبر کن من بیام بازش کنم، که یک مرتبه می‌بیند که زن از در رد می‌شود. مرد حیرت زده می‌ماند و با ترس و لرز می‌خوابد. فردا صبح اول وقت همان کارهایی را که زن گفته انجام می‌دهد و به زندگی آرام سابقش دست پیدا می‌کند و از این بابت خیلی خوشحال است و بعد بال کسی که غافلانه کتاب را بردارد. این بود از یه داستان جذاب و کمی هم ترسناک. اگر همراهان عزیز از این داستان خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو هم لطف میکنید توی کامنت ها بگید. من حتما جواب میدم. و اگر حمایت کنید و این کانال رو سابسکرایب کنید هم که دیگه عالیه. تا ویدیوهای بعد، فعلا.